الان روبروی یکی از افتخارات کشورمون فرش بازیلیک هستیم. اولین و قدیمی ترین فرش کشف شده در جهان، قدمت 2500 سال. این فرش توسط آقای سرگئی رودنکو در کوههای آلتای سیبری کشف شده. حالا میگن که چرا حالا این فرش ایرانیه و در کوههای سیبری کشف شده. اون موقع در اون زمان سکاها زندگی میکردن در اون قسمت که قومی جنگجو بودن، خیلی ماهر در تیراندازی و طلاکاری. و سکاها اون موقع در نزدیک مرز مغولستان در قلمرو هخامنشیان زندگی میکردن. یعنی ایران انقدر بزرگ بوده که مغولستان و کوههای آلتای سیبری هم در بر گرفته. از کجا فهمیدن که اصلا این فرش ایرانیه؟ کسی میتونه؟ بله، المان‌های ایرانی داره این فرش. حالا چه المان‌هایی؟ 8 پر، نماد برکت، گوزن شوک‌های ایرانی، کوچکترین گوزن جهان، گوزن خالدار، گوزنی که فقط در جنگل‌های هیرکانی ایران زندگی میکنه. سوارهای هخامنشی که سوار بر اسب هستن. نامه‌هایی هستن که نشون میده که این فرش ایرانیه. این فرش 1,250,000 گره داره که گرهش هم گره متقارن ترکیه. حالا اگر در فرش بافی تبحر داشته باشید متوجه گره ها میشید. میتونید عکاسی کنید از این فرش. خیلی برای من خیلی باعث افتخار هر سری که میام این اثر رو در این موضوع میبینم.